بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى. اینک ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله سه اصل از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سلیمان بن علی رحمه الله تعالی. ما در درس گذشته هجرت را و دلیل آن را از قرآن و حدیث گذاشتیم. امروز درس ما آغاز می‌یابد آنجا که شیخ الاسلام می‌فرماید فلما استقر بالمدینة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. یعنی وچون در مدینه صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و باقی مانده شریعتی اسلام معمول کرد، دیگه قانونهای الهی الله سبحانه و تعالی بعد از آن نازل شدن گرفتن، مثل زکات، روزه، حج، جهاد، اذان، امر با کارهای پسندیده، منع از کارهای ناپسندیده و غیر از آن از دیگر شریعت اسلام. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. نعم. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. بدین منوال او صلی الله علیه و آله و سلم 10 سال مداومت کرد، یعنی 10 سال دوام داد و بعد از آن او صلی الله علیه و آله و سلم وفات کرد. دین او باقی است و این دین اوست، نیست یگان خیر مگر به آن دلالت کرد و نیست یگان شر مگر از آن حذر گردانید. خیری که به آن دلالت کرد توحید است و جمیع آن چیزی که الله وی را دوست می دارد و می پسندد، و شر که از آن حذر گردانید شرک است و جمیع آن چیزی که وی را بد و ناخوش می بیند. الله او را به سوی مردم همچون کفایت کننده فرستانید و طاعت او را به جمیع ثقلین جنها و انسانها فرض گردانید. و دلیل قوله تعالی قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. دلیل سخن او تعالی است بگو ای مردم من فرستاده الله بر همه شما هستم. سوره اعراف آیه 158. نکتفی و صلی اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.